تب بعدی کار بادی می باشد که در واقع آیتم های PEPS از این بخش قابل تنظیم است. Unlocked when approach، Locked when leave، جهت باز و بسته شدن درها به صورت خودکار با به همراه داشتن ریموت می باشد. Courtesy lights shine while approach، مربوط به روشن کردن چراغ‌های خوشامدگویی می باشد. Automatic locking مربوط به قفل اتوماتیک درپا پس از حرکت می باشد. گزینه بعدی Safety Alert بوده که جهت پیدا کردن خودرو زمانی که از خودرو دور هستید و یا آن را پیدا نمی کنید می توانید آن را بر روی حالت نور و بوق تنظیم کنید تا با نگه داشتن کلید لاک بر روی ریموت خودروی خود را از طریق نور و بوق آن پیدا کنید. با فعالسازی Automatically Folding Exterior Mirrors آینه های جانبی خودرو با قفل درپا به صورت خودکار تا می شوند. در صورت تمام شدن باتری ریموت خودرو در شرایط اضطراری می توانید از سویچ مخفی قرار گرفته داخل ریموت استفاده نمایید. Intelligent Driving منوی تنظیمات کمک راننده است که در واقع همان فناوری خودران یا کمک راننده می باشد. آیتم اول Warning before doors are opened مربوط به اخطار باز شدن درب در حین عبور اجسام متحرک می باشد. Blind Area Monitoring رادار تشخیص نقطه کور می باشد. Distance Warning اخطار برخورد از عقب خودرو می باشد. از طریق گزینه Front Collision Warning می توانید سیستم هشدار برخورد از جلو را فعال یا غیر فعال نمایید. همچنین میزان حساسیت برخورد از این بخش قابل تنظیم است. ترمز اضطراری یا AEB از این بخش قابلیت فعال سازی دارد. Aided Lane Alarming اخطار خروج از خط می باشد که به صورت ویبره یا صوت یا هر دو همزمان قابلیت فعال سازی دارد. با گزینه Lane Assisting Sensibility می توانید میزان حساسیت این هشدار را تعیین نمایید. از طریق کروز کنترل تطبیقی می توان میزان فاصله ایمن با خودرو پیش رو را تعیین کرد. Aided Lane Intervention رادار حرکت بین خطوط می باشد. از طریق Intelligent Start Stop می توان با کنترل خاموش و روشن کردن خودکار موتور مصرف سوخت را کاهش داد. با گزینه ESP می توان سیستم کنترل پایداری خودرو را فعال یا غیر فعال نمود. در این قسمت به تنظیمات فرمان می رسیم که می تواند حالت رانندگی فرمان شما را بین کامفورت و اسپورت قرار دهد. با گزینه Link Between Steering Force and Driving Mode می توان به صورت خودکار متناسب با حالت رانندگی حالت فرمان را تنظیم کرد. گزینه Driving Mode Memory در صورت فعال بودن آخرین حالت رانندگی را ذخیره می نماید. با کشیدن انگشت روی صفحه نمایش از چپ به راست لیستی از میانبرهای آپشن‌های خود رو ظاهر می گردد. از سمت چپ قابلیت فعال یا غیر فعال سازی سیستم کنترل پایداری، قابلیت فعال یا غیر فعال سازی سیستم اتو استارت، اتو استاپ و همچنین امکان فعال سازی رادارهای حرکت بین خطوط و خروج از لاین در دسترس می باشد. در سمت راست نیز دسترسی به آیتم های دیگر همچون بلوتوث، روشن و خاموش کردن صفحه نمایش، تنظیمات صدا و تغییر میزان روشنایی صفحه فراهم می باشد. از طریق گزینه ادیت می توان این میانبرها را شخصی سازی کرد.